کارخانه رو که میبینین با این کثافت داره کار میکنه، کارخانه برنج سازیه. اینا با این پلاستیکای که پاره، با این ضایعات های آشغال، ببینین دوستا، خدا لعنت کنه اینا را، برنج درست میکنن میدن به خورد مردم. ویدیو واقعا ویدیو کثیفیه. یعنی یک انسان چقدر میتونه پست باشه که اینجوری با سلامت بقیه آدم ها اینجوری راحت بازی میکنن؟ به خاطر چی؟ به خاطر پول. دوستای عزیز، برنج میخرین حتما خیلی مراقب باشین که از این موادهای پلاستیکی به جای برنج نخورن. آدم باورش نمیشه اصلا این چیزا رو میبینه. و خیلی هم زیاد شده الان، مخصوصا در همین اروپا هم بارها شنیدم که طرف برنج خریده و بعدا فهمیده که برنج ها پلاستیکیه. این کشور پاکستان دوستای عزیز، بسیار پاکستان یک کشور کثیف و بدیه که همه چیز رو جعل میکنن دوستای عزیز. اینا رو من ویدیوهایشون دیدیم، از شیر شما بگیر، شیر جعلی درست میکنن. آبی که برنج دارین میبینین، کیک و کلوچه جعلی درست میکنن. حتی تخم مرغ جعلی درست میکنن این مردم. فقط یعنی میشینن فکر میکنن که از چی راهی پول در بیارن. جا میسوزه و ترک میشن. دیگه کم کم دیگه پلاستیکا داره آماده میشه، به مرحله نهایی میرسه. حالا دیگه با اجازهتان ببینید دیگه اینا آماده خوردن میشه کم کم. لعنت یارا، ببینید چی درست میکنه دوستای عزیز اینا. بفرما این هم برنج نهایی. ببینید کیسه ها رو پر میکنه، به قیمت ارزون هم میفروشن این برنج ها رو. کسی اصلا متوجه نمیشه.